ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عباس خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند عمره نمودن در ماه رمضان ثواب حج را دارد. روایت بخاری و مسلم. چنانه که به ما معلوم است یک مرتبه ادا کردن حج در عمر برای مسلمانی که قدرت دارد فرض می باشد. ادای عمره باشد سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. عمره عبارت از احرام بستن، طواف کعبه، سعی بین صفا و مروه و تراشیدن موی سر می باشد. ادای عمره تا ادای عمره دیگر پوشاننده گناهان صغیره می گردد. اما اگر ادای عمره در ماه مبارک رمضان باشد ثوابش بیشتر و برابر به ثواب حج است، گرچند با انجام دادن عمره حج فرضی ساقط نشود، لیکن به سبب این ماه شریف، به برکت این ماه شریف، هر یک عمره که در این ماه انجام داده می شود ثوابش برابر ثواب حج است. برادر و خواهر ایمانیم، این چنین عمره را می شود هنگام حج کردن ادا کرد. این را اکثر مسلمانان امروزها انجام می دهند. وقتی که خداوند به آنها فرصت می دهد به حج می روند، بعد از حج فرضی عمره را هم ادا می کنند. پس خوش به حال آن شخصانی که در ماه رمضان ادای عمره می کنند. خداوند به هر یکی ما ادای حج و ادای عمره کردن را نصیب بگردان. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.